به نام خدا. با سلام. در این قسمت میخوام روش تمیز کردن لوستر کریستالی رو به شما آموزش بدم. قبلش تشکر میکنم بابت اینکه چشم نور رو انتخاب کردیم. لازمه که لوستر منزلمون رو سالی 3 بار تمیز کنیم که این کار عمر مفید بدنه لوسترمون رو بالا میبره و همینطور به زیبایی لوسترمون کمک میکنه. قبل از شروع کار برق لوسترمون رو قطع میکنیم و بهتر این که کلا کنتور خونه رو بزنیم، به خاطر اینکه لوستر اگه یک زمانی اتصالی اینو داشته باشه به مشکلی برنخورید. اول به کمک یک چوب‌پر خاک لوسترمون رو میگیریم که اگر در خونتون چوب‌پر موجود نبود به کمک سشوار میتونیم این کار رو انجام بدیم. بعد از اینکه خاک لوسترمون رو کامل گرفتیم، از یک دستمال جادویی کمک میگیریم که در بازار موجود هستش که قبل از استفاده باید حتما این دستمال رو با مایع ظرفشویی یا پودر لباسشویی حتما بشوریمش که من قبلا این کار رو انجام دادم و به این صورت لوسترمون رو تمیز میکنیم. این روش زمانی به کار میره که لوسترمون زیاد به نظافت احتیاج نداره، یه تمیز کردن جزئی رو میخواد. کریستالاشو که تمیز کردیم، لامپش رو و بدنه لوستر رو به این صورت تمیز میکنیم. در روش دوم، اول از همه به کمک پلاستیک و کش لامپامون رو به این صورت پوشش میدیم که آب به سرپیچمون نفوذ نکنه و اتصالی به وجود نیاد. همه لامپامون رو به کمک پلاستیک پوشش میدیم و با آبپاشمون که قبلش من آب رو با سرکه با هم قاطی کردم که به اندازه 2 فنجان آب ریختم و 1 فنجان هم سرکه. این رو به کل لوسترمون میپاشیم و به کمک یک دستمال نم لوسترمون رو تمیز میکنیم. روش سوم هم زمانی کاربرد داره که خیلی لوسترمون کثیف شده. اول از همه به کمک دوربین موبایلتون از لوسترتون عکس میندازین یا توی یک کاغذ فرمول این لوستر رو مینویسین که مثلا ردیف اول شاختون چندون خورده، ردیف دوم شاختون چندون خورده و همینطور اینا رو که یادداشت کردین کامل، که برای اینکه توی ذهنتون باشه که میخواین که نصبش کنید این رو یادتون بمونه. کریستالای لوسترمون رو از لوسترمون جدا میکنیم و داخل یک ظرف که من قبلا آب رو با سرکه و همون میزانی که قبلا گفتم 2 فنجان آب و 1 فنجان سرکه این رو قرار میدیم کریستال ها رو داخلش. یه نیم ساعتی که موندهش کریستال ها رو از داخل آب خارج میکنیم، کاملا خشکش میکنیم و به لوسترمون نصبش میکنیم.